زمزمه های شب هنگام. دکلمه زیباترین اشعار شاعران نازک خیال و شیرین سخن زبان دری. برنامه از اداره هنر و ادبیات. به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدای کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. تعالی الله یکی به مثل و مانند، که خوانندش خداوندان خداوند. فلک بر پایدار و انجم افروز، خرد را به میانجی حکمت آموز. جواهر بخش فکرتهای باریک، بر زارنده شبهای تاریک. غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. نگه دارنده بالا و پستی، گوا بر هستی او جمله هستی. وجودش بر همه موجود قاهر، نشانش بر همه بیننده ظاهر. کواکب را به قدرت کار فرمای، طبایع را به سرعت گوهر آرای. مراد دیده باریک بینان، انیس خاطر خلوت نشینان. خداونده که چون نامش بخوانی، نیابی در جوابش لن ترانی. شنوندگان خداپرست و متدین برنامه زمزمه های شب هنگام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم که با دکلمه مناجات زیبا برنامه امشب را آغاز نمودیم. امید با ما باشید و از زمزمه اشعار دلنشین لذت ببرید. برنامه را آغاز می کنیم، اما نخست باید گفت که دعا و مناجات یکی از بهترین های ارتباط معنوی با خداوند عز و جل و کسب صفای باطن و تهذیب نفس است. دعا و مناجات روح را صفا، جان را پاکی و دل را نورانیت می بخشد. تضرع و زاری در پیشگاه حضرت حق و راز و نیاز در محضر معبود متعال و غلطیدن مروارید اشک بر چهره بنده و زدودن غبار غفلت و گناه با وسیله سرشک پشیمانی، همه نمودهای بندگی و امتیاز انسان از سایر موجودات و وسیله برای کسب بالاترین افتخار عالم خلقت است. وقتی که دل شکسته می شود و اشک بر گونه ها روان می گردد و زبان به تسبیح و تقدیس الهی باز می شود و در پی آن کلمات در استغفار و آذرخواهی ادا می گردد، پیوند و ارتباط با حضرت احدیت تحقق می یابد و آن زمان بهترین لحظه عرض حاجات و بیان خواسته هاست. شعر با عنوان یک هنر برتر و جایگاه ویژه در انتقال مفاهیم و معارف از ابزارهای مهم تبلیغ برای مبلغان عزیز و بزرگوار است. گاهی یک بیت شعر گویاتر از چند ساعت سخن گفتن یک سخنور تواناست و ارزش شاعر که قصیده او از محتوای خوب الفاظ زیبا و مضمون مناسب برخوردار باشد از یک دانشمند کمتر نیست. لازم است اشعار قوی فارسی را که در تفهیم عقاید و اخلاق اسلامی، مسائل سیاسی و یا هر آنچه در ارتباط با نیاز امروز جامعه اسلامی سروده شده، از کتب گوناگون استخراج و به احیای آن اهتمام ورزیم.
برای اینکه تا حد ارزش سخن و بالایی هنر شاعر را به تماشا بنشینیم، نظر خوانندگان عزیز و پویندگان راه پرپیچ و خم سخن و سخنوری را با گزیده از سخنان حکیم نظامی گنجوی از مخزن الاسرار او جلب می‌کنیم. نخستین ز سخن در گرفت، پرده خلوت چو برانداختن، جلوت اول به سخن ساختن. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنیم این کلل ایوان ماست. خط هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. نیست در این کهنه نوخیزتر، موی شگاف ز سخن تیزتر. اول اندیشه پسین شمار، هم سخن است این سخن اینجا بدار. تاجوران تاجورش خوانده اند، وان دگران آن دگرش خوانده اند. گه به نوای علمش برکشند، گه به نگار قلمش درکشند. او ز علم فتح نماینده تر، و از قلم اقلیم گشاینده تر. گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشت خیال. ما که نظر بر سخن افگنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او یافتن، گرم روان آب در او یافتن. اوست در این ده ز ده آبادتر، تازه تر از چرخ و کهن زادتر. رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نیاید بز زبانی که هست. با سخن آنجا که برآرد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی. ملک طبیعت به سخن خورده اند، مهر شریعت به سخن کرده اند. شیخ درباره سفر با توجه به جهانبینی و دغدغه شاعر مضمونهای متفاوت و تعابیر مختلف دارد. عشق، عرفان و طبیعتگرایی برخی از این مضامین هستند. سفر در ادبیات دری در اشعار شاعران با جهانبینی‌های متفاوت دیده می شود. سفر در دیدگاه عرفانی به عنوان راه برای فراموشی خویش، دستیابی به کمالات انسانی و رسیدن به خویشتن راستین آدمی است. در شعر تغزلی سفر مضمون جدایی و دوری از دوست را دارد. می‌شنویم که شاعر در این غزل زیبا برایمان چه رفتیم، به شهر دل سفر کردیم و رفتیم، در آینه نظر کردیم و رفتیم، به خلوتگاه به اغیار خاطر، به خلوتگاه به اغیار خاطر، خرد را بارور کردیم و رفتیم، به گلزار دلانگیز تفکر، به گلزار دلانگیز تفکر، نسیم آسا گذر کردیم و رفتیم، درون باغ سبز عشق و عرفان، درون باغ سبز عشق و عرفان، چو بلبل نغمه سر کردیم و رفتیم، ز راز تو به توی آفرینش، ز راز تو به توی آفرینش، جهانی را خبر کردیم و رفتیم،
به معراج دلم با رف مهر. به معراج دلم با رف مهر، ز ملک تن سفر کردیم و رفتیم. ز ملک تن سفر کردیم و رفتیم. مضمون آفرینی آنجا که با تخیل پیوند دارد جوهر اصلی شعر است که در شعر شاعران سبک خراسانی و بیشتر از آن در سبک عراقی وجود دارد. اما این ویژگی در شعر سبک هندی به لحاظ اصرار شاعران این عهد به باریک اندیشی و نازکی خیال خصیصه عمده این سبک گشته است. از میان شاعران این دوره صاحب تبریزی از ظرافت خیال بالای برخوردار بوده و با قدرت خیال و شگفت‌های معنی آفرینی و مضمون سازی مضامین اخلاقی، دینی، اجتماعی را با بهره‌گیری از عناصر و پدیده‌ها بیان کرده است. میشنویم این غزل زیبای این شاعر بلند آوازه و توانای زبان. تلخ می سازم دماغ خیش را، زنده می دارم به خون دل چراغ خیش را. از سیاهی شد جهان بر چشم داغ من سیاه. از سیاهی شد جهان بر چشم داغ من سیاه. چند دارم در ته دل چراغ خیش را. سازگاری نیست با مرهم ز بی‌دردی مرا. سازگاری نیست با مرهم ز بی‌دردی مرا. می کنم پنهان ز چشم شور داغ خیش را. کاروان بی خودی را نامه و پیغام نیست. کاروان بی خودی را نامه و پیغام نیست. از کی گیرم حیرت دارم سراغ خیش را. خاطر مجروح بلبل را رعایت می کنم. خاطر مجروح بلبل را رعایت می کنم. این که می دزدم ز بوی گل دماغ خیش را. با تهیدستی ز فیض سیر چشمی چون حباب. با تهیدستی ز فیض سیر چشمی چون حباب. خالی از دریا بیرون آرم ایاغ خیش را. گرچه از مستی چو بلبل خیش را گم کرده ام. گرچه از مستی چو بلبل خیش را گم کرده ام. می شناسم نکهت گلهای باغ خیش را. گرچه یک دل گرم از گفتار من صایب نشد. گرچه یک دل گرم از گفتار من صایب نشد. همچنان در فکر می سوزم دماغ خیش را. همچنان در فکر می سوزم دماغ خیش را. نام سعدی و اشعار زیبا و گرانبارش دیر زمانی است که حافظه تاریخ را مزین ساخته است. رمز و راز شکوه ماندگاری شعر سعدی در آن است که بر اساس نیازهای زمانه به ارزش‌های فرهنگی معنای تازه‌ای بخشیده است و ما همکنون پس از گذشت چندین سده آرزوهای انسانی را در آن میابیم و میکوشیم که آنها را با شیوه‌های زندگی مردم زمانه و نیازهای آنان وفق دهیم.
زینت بخش این دقایق برنامه غزل زیبایی است از این شاعر بزرگ که شما دلبستگان برنامه زمزمه های شبهنگام را به شنیدن آن فرا می‌خوانیم. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. گر پیر مناجات است و رند خراباتی، هر کس قلمی رفته است بر وی به سرانجامی. فردا که خلایق را دیوان جزا باشد، هر کس عملی دارد منبوش به انعامی. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی. سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد، آنان که ندیدستند سروی به لب بامی. ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن، ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن. آخر ز دعا گویی یادار به دشنامی. باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی، ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی. گرچه شب مشتاقان تاریک بود اما، نومید نباید بود از روشنی بامی. سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، در کام نهنگان رو گر می طلبی کامی. در کام نهنگان رو گر می طلبی کامی. معرفت به معنای شناخت است و معرفت در زبان قرآن بالاترین قله و رفیعترین بلندای شناخت است و آن بالاترین مرتبه خداشناسی است. معرفت بشر به خداوند متعال با انجام اعمال عبادی و تفکر در آثار اوست. یکی از راه‌های رسیدن به عرفان و معرفت و شناخت واقعی خداوند تفکر و تدبر در آیات الهی است. بشر گاه حقیقت را نبیند، به مغزش علم و برهان را نچیند. نبیند دست حق را با بصیرت، نفهمد نقش خالق در طبیعت. شود منکر که دنیا را خدای است، جهان کی کمتر از خشت و بنای است. کدامین خانه بنا ندارد، چه خشت مالک و مبنا ندارد. اگر سازنده بر یک لباس است، هزاران کهکشان کی بی اساس است. اگر یک میخ و لولا بهر کار است، یقین پس از بشر هم انتظار است. بشر کی بی هدف در دار دنیاست، کجا انسان رها در خواب و رویاست. بشر هم پس یقین باشد هدفمند، در این دنیا به فرمان خداوند. اگر انسان شناسد راه و مقصود، نماید بندگی
در راه معبود. کسی وقتی که فهمش چون حمار است، بگوید این جهان از انفجار است. کدامین انفجار بند نظم است، به دنبال هدف دارای عزم است. چه گرده چون به پا شد با درایت، رود با نظم و قانون در نهایت. تصور کن زمین دور خورشید، مداوم با چین نیروی بچرخید. به دنیا پس نظر با معرفت کن، چنین ایمان خود را تقویت کن. غزلی که اینک به زمزمه می گیریم از شاعر خوب کشور غلام جیلانی شارق غزنوی است که با زبانی پرشور و تصاویری ژرف زندگی را به تصویر می کشد. گاه چون غبار بی ثبات است و گاه چون آبشار خروشان. شاعر با ترکیبی از مضامین عرفانی و فلسفی از گذرا بودن دنیا، رنج‌های زندگی و تنهایی انسان سخن می‌گوید. در این شعر زندگی بسان حبابی ناپایدار توصیف می‌شود که با تمام زیبایی‌هایش سرانجام به نیستی می‌گراید. این غزل با ترکیب زیبایی از صور خیال و مضامین عمیق خواننده را به تأمل در معنای زندگی، مهر و دوستی فرا می‌خواند. تا چکد اشک ندامت از غبار دوستی، تا چکد اشک ندامت از غبار دوستی، گوشه دامان ما شد غمگسار دوستی. دیده بینا چو شمع روشن بزم دل است، کز وجود خود همی سوزد به تار دوستی. سالها شد دل به داغ بی کسی ها سوخت، لیک در نگاه کس ندیدم انتظار دوستی. کاش می شد آه سردی در دل گرمی اثر، کاش می شد آه سردی در دل گرمی اثر، چون نسیم صبح دم در لاله‌زار دوستی. دیگران در بزم هستی لاف یک رنگی زنند، دیگران در بزم هستی لاف یک رنگی زنند. شارق از دل می کند جان را نثار دوستی، شارق از دل می کند جان را نثار